خوانندگان عزیز، امروز ما همراه شما در ساعت نوبتی خود آیین بزرگداشت وطن و وطنداری حرف میزنیم. به همه شما معلوم است که وطن پهناور زیبای ما تاجیکستان نام دارد. تاجیکستان یکی از کشورهای بسیار زیبا و سرسبز و شکوفای جهان محسوب می‌شود. امسال خلق شرفمند جمهوری تاجیکستان با محنت ثباتکارانه، خوانندگان باشند با دانش خوب و اعلایشان، این جشن بسیار بزرگ را و مقدس را، یعنی 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان را تجلیل می‌نماید و می‌سزد که ما آیین بزرگداشت این وطن، مهر و محبت وطن داریم و زیبایی‌های طبیعت ناتکرار تاجیکستان از آثار نابغگان خود، از آثار شاعران بسیار برجسته خود شعرهای زیادی را از بر نماییم. در آینده وقتی موند و شما موفقیت بیشتر رو به کتاب بیارید، رو به من نجات بدید. سلامت باشید.